یک جوان در زمان حضرت موسی علیه السلام بود. بگیم بسیار کم بضاعت بود، بسیار کم بغل بود. روز به نزد حضرت موسی علیه السلام آمد، گفت ای موسی، تو پیغمبر خدا هستی، دعای شما تیر در نشان است، دعا کن که الله مهربان من بای گرداند. حضرت موسی علیه السلام به این جوان گفت ای جوان خوب، همین کم بغلیت بسیار خوب است، هیچ آرزوی بای شدن را نکن. این جوان گفت نه ای موسی، دعا کن که الله من بای گرداند. من هم میخواهم که از نعمتهای بزرگ الله بچشم، از گوشت گوسفند، از گوشت گاو. بیزار شدم از این نسک و نخود خوردن. حضرت موسی دستی بر دعا برداشت و گفت یا خدایا، خود شاهد هستی این بنده از من چه میخواهد. خدایا این بنده را بای گردان. حضرت موسی دعا کرد و رفت. میگه از بین 1 سال گذشت. این جوان تا اندازه بای شد که سومش حد و کنار نداشت. حتی سوم زیاد میگه این جوان برداشت، دستی بر زنا زد، بسیار زنا کرد. روز مردم در روی زناش قپیدند و او را به ته دار آوردند. در زمان حضرت موسی علیه السلام هر شخصیتی را که اگر در روی زناش میقپیدند او را دار میکشیدند. حضرت موسی علیه السلام به همان کوچه گذر میکرد. نگاه کرد که جوان زیاد جمع آمده است و به نزد آنها رفت. گفت در اینجا چه گپ است؟ یک جوان گشته گفت یک جوان را در دار میکشیم. حضرت موسی علیه السلام حیران افتید. گفت چه این جوان دزدی کرد یا یگان کاری بدی کرد که این را در دار میکشین؟ این جوان گشت گفت نه، این را در تار زناش قپیدیم. این یک کم بغل بود، کم بضاعت بود. به نزد حضرت موسی علیه السلام رفت. گفت ای موسی در حق من دعا کن که من بای شوم. حضرت موسی که در حقش دعا کرد، این جوان بای شد و سوم زیاد این را برداشت و دستی بر زنا زد. در آن زمان حضرت موسی علیه السلام هم خوب نمی شناختند و حضرت موسی علیه السلام گریان شد. از جانب الله وحی آمد، گفت ای موسی، دیدی به این بنده من چه کار کردی؟ تو نمیدانی که برای الله شما مصلحت ده و مشورت ده لازم نیست. الله خود میداند که چه کار کند. الله خود میداند که کی قوت کم بغلی دارد و کی قوت بایی. دوستانی عزیز، این کم بغلی ما هم به سبب نیست. ممکن که اگر ما را خداوند بای میکرد، این جسم ما قوت بایی را نمیکشید و دست بر زنا میزدیم، به هر راه ها میرفتیم. انسان هایی که بای هستند، شما با اون تعجب مکنید که الله خود اونها را بای گردانده است. و شخصانی که کم بضاعت هستند، در این هم تعجب نافتید که الله خود اون را کم بضاعت کرده است. جوان بود اندر عصر موسی، با فسق و معصیت عمرش سر و پا. میگه یک جوان بود در زمان حضرت موسی علیه السلام. بگیم بسیار گناهگار بود، به فسق و فساد داده شده بود، بسیار زیناکار بود. روز این جوان از دنیا میگذرد. مردم زیاد جمع شده به نزد حضرت موسی می آیند. میگویند ای موسی، از بین ما یک جوان گذشته است، بسیار گناهگار بود، بسیار زیناکار بود، او را چه کنیم؟ حضرت موسی علیه السلام میفرماید او را برده به یگان پرتو و یگان جای افلاس پرتاید. مردم آن جوان را گرفته برده به یک جای غژد میپرتایند. از جانب الله ندا می شود به حضرت موسی، میگوید ای موسی، تو بنده مرا خوار حساب مکن. فکر مکن که آن بنده به صاحب است، صاحب آن من هستم. هر بد و نیکی که می شود او را من می آفرم. در حال رفته او را گرفته شسته جنازه کرده برده در قبر بگذار. حضرت موسی علیه السلام آن جوان را می گیرد، خوش رو کرده می شوید، جنازه می خواند و برده در قبر می گذارد. حضرت موسی علیه السلام از قبرستان بیرون می شود
و به سوی الله میگوید یا الله، این بنده اینقدر گناهگار بود، زیناکار بود، چرا ما را جنازه خوانده و آورده در قبر گذاشتیم؟ الله سبحانه و تعالی میگوید ای موسی، این جوان روز به کتاب تورات خوانی مشغول بود، ورق زد و نام احمد را دید، محمد صلی الله علیه و سلم. از شوق زیاد بوسه زد و گریه کرد نام احمد را. همان لحظه من همه گناه این جوان را به خاطر حبیبم، به خاطر نام حبیبم، گناه های این جوان را بخشیدم. ببینید دوستانی عزیز، یک کاری کوچکی ما پاداش بزرگ دارد. بدانید قدر این منزلت شخصیت بزرگوار حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، آفتاب تابان، نور دلها، شفاعت کننده امت. روز قیامت می شود همه پیامبران از امتان خود می گریزند و جز رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این باعث خوشحالی ما است، باعث فخر ما است. ما باید شکرانه از آن کرد که امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم. ما باید شکرانه کرد که در این زمان عصر 21 شده ما امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستیم که روز قیامت ما را شفاعت خواهد کرد. ما باید از همه چیز دیده رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بیشتر دوست داریم، از مال و از پدر و از جان خود. روز حضرت موسی علیه السلام به نزد یک باغ گذر میکرد. نگاه کرد که یک باغبان گلهای زیادی را آب داده ایستاده است. با آن جوان گفت السلام علیکم. آن جوان گفت و علیکم السلام. آن جوان در حال به نزد حضرت موسی علیه السلام آمد، گفت ای موسی، تو پیامبر خدا هستی، از تو یک خواهش دارم. حضرت موسی علیه السلام گفت چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک دعای کنی که محبت الله در دل من جوش بزند. حضرت موسی علیه السلام گفت ای جوان خوب، اگر محبت الله در دل تو جوش بزند، او دل پاره پاره می شود، او طاقت نمی کند. این جوان گفت دعا کن که یک دانه گندم محبت الله در دل من جوش بزند. حضرت موسی علیه السلام گفت ای جوان خوب، حتی نیم دانه گندم را این دل تو قوت نمی کند. گفت دعا کن که چنین نیم دانه گندم محبت الله در دل من جوش بزند. حضرت موسی علیه السلام دست برداشت، گفت خدایا، این جوان میخواهد که محبت خودت را در دلش بیفکنی. خدایا محبت را در دل این جوان بیانداز. دعا کرد و رفت. از بین یک سال گذشت. حضرت موسی علیه السلام به نزد همان باغ گذر کرد. حضرت موسی علیه السلام نظر کرد که باغ پژمرده شده است و در باغ کسی نیست. پرسان شد، گفت در این باغ یک جوانی بود، این گلهای باغ را آب و تاب میداد، آن کجا شده است؟ یک جوان گفت حضرت موسی علیه السلام در حقش دعا کرد، محبت الله که در دلش جوش زد. این جوان از عقل بیگانه شد و برآمده رفت. در آن زمانها پیغمبران هم خوب نمی شناختند. حضرت موسی علیه السلام به الله گفت یا الله، این جوان کجا هست؟ از جانب الله وحی شد، گفت ای موسی، به فلان کوه برو، آن جوان در آن کوه است. حضرت موسی علیه السلام نزدیکی آن کوه شد، دید که آن جوان در طور یک سنگ نشسته است و رو به سوی آسمان گپ نمی زند. نزد آن سنگ آمد، گفت ای جوان خوب السلام علیکم. جواب ندگرداند. دوم باره گفت السلام علیکم و رحمت الله. جواب نگرداند. و سوم باره گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آن جوان سلام را علیک هم نگرفت. حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت این چگونه بنده است که سلام را علیک نمیگیرد؟ از جانب الله وحی شد به موسی، گفت ای موسی، اگر اره را بگیر، از تار سر این جوان دو کفان کن. این درک نمی کند، چون که محبت من در دل این جوان است. و مثل که دعا کرده بودی نیم دانه
گندم محبتم را در دل این جوان افکندم. این جوان دیگر کسی را نمیشنود و چیزی را نمیبیند. ببینید دوستان عزیز، امروز ما فکر میکنیم که عاشق الله هستیم، 2 رکعت نماز میگذاریم، روزه میگیریم، فکر میکنیم که ما عاشق الله هستیم. برعکس، هیچ کس به نماز و روزه اش داخل جنت نمی شود تا آن زمانی که الله رحمت نکند. همه انسان به رحمت الله داخل جنت می رود. این 3 قصه در زمان حضرت موسی علیه السلام رخ داده است. در زمان حضرت موسی بسیار قصه های رخ داده است که ان شاء الله حرکت میکنیم همه آنها را برای شما پیشنهاد کنیم. با دعا باشید.